های، من امروز رفته بودم مدرسه مامانم و یه عالمه نامه دریافت کردم از بچه ها و گفتم با هم بخونیمش. یه دونه پاکته از طرف بیت آذر، نامش رو اینجا نوشته: سلام خانم، شما بهترین خانم دنیا هستین و من شما رو خیلی دوست دارم. یکی اینجوریه، بعد اینطوری میشه: خاله عاشقتم، شما خیلی خیلی مهربانید، عاشقتم. هر کدومشون یه دونه نامه حداقل فرستادم واسم. این یه سری قلب کشیده، بعد توش هم نامه نوشته تو مهمترین یا بهترین مهترین یه همچین چیزی نوشته.